به این اندازه جای خالی از آب نداره. ما همیشه این جای خالی زیر متوجه هستیم، پورش رو نمیبینیم. این پوری آب رو میبینیم، نمیبینیم، فقط این خالیگاهش رو میبینیم که چرا خالی هست. در یک خانه داخل میشیم ببینیم تمام خانه زیبایی هست، فرزندای زیبا، دخترهای زیبا و قشنگ و با تقوا، از هر دیدگاه زیبا. ما او را نمیبینیم، میگم خانه تا کاش رنگش این قسم میبود. این خطرناک است دیگه، برای ما عادی هست. اما او شخص سالها زحمت کشیده، انتقاد بی جایی نمیره گفته میشه. هیچ کس انتقاد خوشش نمیاد. ما گاهی اوقات برخورد ما در مقابل اشتباه بزرگتر از اشتباه هست. مثال براتون میگم، یک فرزند، یک طفل در خانه گلاس رو میشکنه، پدر از اون طرف صدا میکنه، مادر از اون طرف صدا میکنه، برادر از اون طرف صدا میکنه، خواهر از اون طرف صدا میکنه، هی سر صدا برپا میشه. این گلاس جرمش بزرگ است یا اشتباهی که دیگران مرتکب شدن؟ نه، دیگران مرتکب شدن. او رو توهین کردن، شخصیتش زیر سوال بردن، او رو بی آبرو و بی عزت کردن. او دیگه در جای گپ زدن نمیتونه دیگه، بس خلاص شده از او. ما در قرآن اگر ببینیم طریقه دعوت را، طریقه انتقاد کردن از یک کسی چقدر زیبا هست. شما داستان ابراهیم و آزر را در قرآن مطالعه کردین یا خواندین یا شنیدین تفسیر و ترجمه ایش را. ابراهیم علیه السلام پدرش کافر هست، بت تراش هست، بت پرست هست. در داستانش میگه واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لابیه یا ابتی. وقتی که برای پدر خود میگه ای پدر ما، پدرش کافر است، در جای یا ابتی یا کافرم گفته میدانه ای کافر، اما میگه یا ابتی ای پدر ما، نامشون نمیگه که یا آذر. چقدر خوب زیبا هست نه؟ طریقه گفتن چقدر زیبا است، ای پدر. لقمان علیه السلام وقتی که فرزند خود را دعوت میکنه نمیگه، نامش را نمیگیره یا بنی، بنی صیغه تصغیر هست، ای پسرک ما. چقدر کلمات زیبا به کار رفته. یعنی کلمات در قرآن به کار رفته که اصلا جنبه نقد خطرناک نداره. نقد هست ولی سازنده. اگر میخوایم کسی را بسازه نقد سازنده باشه، به طریقه درست باشه. اگر اشتباه بود باز گپت قبول نمیشه. شخصی نزد رسول الله میگه رسول الله اجازه بده که زنا کنم. صحابه از طرف تو کله خود را بلند کردن، سر خود را بلند کردن. پیامبر میگه آرام باشه. خب آرام شد. بعد از میگه آیا میخوای که با همشیره تو، با خواهر تو، با خانم تو، با یک کسی که از طبقه اوناس از خانه شما باشه کسی زنا کنی را اجازه میدی؟ گفت نه یا رسول الله. گفت دیگه مردم همین قسم است. رفت گفت هرگز دیگه زنا نخواد کردم. برخورد رو ببینیم. به نقد کنیم، نقد ما سازنده باشه. هر جای منفیگرا نباشیم که فقط جنبه منفی مردم را ببینیم. خیلی خوبی ها هست در مردم. و یک گپ رو باید داشته باشین، از انتقاد مردم خلاص نمیشین. اگر مجرد بگردی میگه چرا مجرد هستی؟ اگر ازدواج کردی میگه چرا ازدواج کردی؟ اگر ازدواج کردی میگه چرا اولاد نمیکنی؟ اگر اولاد کردی میگه چرا بچه نداری؟ اگر بچه داشتی میگه چرا دختر نداری؟ اگر هر دویش تنها دختر داشتی میگه چرا تنها دختر داری؟ از گپ مردم خلاص نمیشیم، فقط بنده خدا باشیم، پشت گپ مردم نگردیم. راحت زندگی کنن، آرام زندگی کنن، پشت گپ مردم نگردیم. مردم، ما در بین مردم زندگی میکنیم. ابن تیمیه رحمه الله میگه که پشت خدا هم گپ زده میشه. میگه خدا صحیح راست، پشت پیامبر مجنون و کاهن و ساحر و فلان گفته میشه. او تو چی هستی؟ ولی خوب لباس جور کرده، خواهی کاش اینی یخنش به می قسم نمی بود. بوی خوب لباس است، تشویقش کو، خوشحال شود با کلمات زیبا. ما فقط نقطه سیاه یک چیز رو میبینیم، سفیدیش رو نمیبینیم. خوبی های مردم را نظر کنیم که خوشحال زندگی کنیم، در دل مردم رسوخ کنیم، محبت در بین مردم ایجاد شود.